درود دوستان، نیک هستم از شرق امریکا، ایالت مریلند. در خدمتتونم با یک ولاگ دیگه از خاطرات من و آمریکا. خب امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و خرم باشین، دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، جیبتون پرپول باشه و هزاران چیز خوب دیگه که قراره براتون اتفاق بیفته نیفته، به عقب نیفته، یعنی منظور بماند. خب امروز میخوام در مورد چی صحبت کنم؟ امروز الان که شبه، نه قربونت برم، الان ساعت 3:51 صبحه و من الان دارم میرم سر کارم. وای خدای من، عجب چیز تنگی دارم من. بماند، ولش کن، بحث رو زیاد به جای چیز نبریم. فقط اینو میخواستم بگم که چرا اصلا امروز موضوع بحث امروز ما چیه. بحث نیستش، خاطره. چطور شد من اومدم آمریکا؟ چطوری اومدم آمریکا؟ وای 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 وای، آمریکا. نه من توی چند تا کلیپ قبلیم از آمریکا تشکر کردم، چرا مرگ به نیرنگش باشه، خدا نکنه. آره دوستان، طوری که ما اومدیم آمریکا خیلی خیلی قشنگ و شیک و مجلسی بود. خب من لاتاری بردم. آره من لاتاری بردم، لاتاری سال 2016 رو بردم. برای اولین بار ثبت نام کردم و برای اولین بار هم اسمم در اومد و جزو نفرات اولی هم بودم که وارد خاک آمریکا شدم. چرا میگم نفرات اول؟ چون بنا به کیس هم، انگار شماره کیسی که هر کسی داره اون مشخص میکنه که مثلا کیس چند رقمیه. من جزو نفرات اولی بودم که رفتم از ایران مصاحبه. این خیلی جالب بود برای من. جالب که نه، لطف خدا بود که شامل حال ما شد. دروغ چرا؟ عرضم به حضورتون در سال 2014، سال 93 خورشیدی اگر اشتباه نکنم، توی اواخر کی بود ثبت نام ها باز میشه؟ ثبت نام ها مهر ماه باز میشه و اردیبهشت ماه جواب به قول گفتنی لاتاری میاد بیرون. ثبت نام ما انجام شد در عرضم به حضورتون که من این رد کنم. ثبت نام من میشه گفت آخرین روز ثبت نام. اینا وبسایت یک ماه درگاه وبسایت باز میزنن تا کل دنیا، کل کره زمین، به غیر از چند تا کشور که اجازه ورود ندارن و نمیتونن ثبت نام بکنن، برن و ثبت نام بکنن. حالا کشورهاش مثلا محدوده، خوشبختانه ایران جزوش نیست. من جزو آخرین نفرات و تو آخرین لحظات رفتم ثبت نام کردم. اونم خودم که خبر نداشتم، خانمم گفتش که دختر خالم گفته هم چیزی هستش، اونا سالیان سال دارن ثبت نام میکنن، بیا هم ثبت نام بکنیم. خب بریم ثبت نام کنیم. حالا مثلا من نه میدونم ثبت نام چیه، نمیدونم چه چیزایی لازم داره. خیلی خوب و خوش و خراب ثبت نام دیگه، ثبت نام مدرسه نهایتاً کد ملی میخوان. خیلی خوبیم به خدا. عرضم به حضورتون رفتم و تو وبسایتشو، اول که خب چند تا وبسایت الکی اومد بالا که معلوم بود فیکن و خب پول میخواستن و اصلا
لاتاری دوستان پولی نیست، رایگانه. یعنی هر کی اگه بگه اینقدر میگیرن، اون اگر اون طرف خودش میگیره به خاطر اینکه داره یه کاری برای شما انجام میده، وگرنه 0 تا 100 لاتاری رایگانه. لاتاری اینجا شما بیای بخوای بری لاتو بخری 2 و $5 پول بدی، ولی لاتاری که بخوای بیای امریکا ثبت نامش مجانیه، یعنی کسی از شما پول نمیگیره. البته امسال شنیدم گفتم برای هر نفر $2 قرار بگیرن، نمیدونم، من اینجوری شنیدم، واقعیت داره صحت داره. ولی خب حالا دیگه آدم وقتی که یه چیزی رو رد میکنه ازش میگذره یا ازش سالیان سال میگذره، دیگه به همون منوال فکر میکنه همش همونطوریه. بماند خب من رفتم داخل وبسایت نگاه کردم، خب بعد نیستش، 2 صفحه بعد چیز میزی پر کنیم. اول راهنماش نشستم باز کردم و خب اینم که کار نداره، اصلا بریم تو گودش. ما رفتیم تو گودش و با عزتون با یک اینترنت فوق‌العاده شخمی، اینترنتی که دم به دقیقه قطع میشد، اینترنتی که اشتراکی بود. بچه خواهر من میرفت میدوزد اینا رو، مثلا قطع میشد، نمیدونم چی بود داستانش. anyway یک اینترنت شخمی بی خود کم سرعت، ولی خب دیگه لنگی کفشم در بیامان نعبتی دیگه، میدونی. ما رفتیم و ورود پیدا کردیم و خب مشخصات وارد کن، بله زدیم اسم فامیل، بله تاریخ تولد، بله رفتیم جلو، خیلی خیلی شیک و مجلسی. رسیدیم صفحه بعدش، خب اسم مشخصات همسر، اونم باید بله اینم میزنیم و همسر، بله خب سن، خب خط قرمزه، خب اینم بزنیم و مدرک تحصیلی اینها هم زدیم و چی خوندین اینها هم زدیم. صفحه بعد عکس، بله عکس از کجا بیارم؟ اونم عکس مثلا 2.5x2.5 یا 5x5 هم چیزی، با یک سایز به خصوصی، یعنی حجم به خصوصی. من این نگاه کردم به خانومم این نگاه گفت دیدی چانس نداریم. گفتم پاشو یه حرف نزن، واسه جلو دیوار، یه دیوار سفید پیدا کن. موبایلمو در آوردم و اون زمان نوت 2 داشتم، آره. عکس گرفتم، گفتم این عکس از من بگیر، و گرفتم عکس گرفتم و کراپ کردم و فرستادم گذاشتم، گفتم برو برای خودت. آقا این رفت برای خودش، یک دونه کد به ما داد و ما این کد رو هم پرینت کردیم و دادیم به خانوممون و ما رفتیم برای خودمون. رفتیم و این گذشت تا اواخر خرداد سال 94، یعنی آره دیگه شده بود سال 2015. من همجور نشستم پای تلویزیون و داشتم طاهر کاملی رو نگاه میکردم. تمام شد، تبلیغاتی که تمام شده، رفت روی رادیو لاتاری و پسر محمد نامی هست، پسر خوبیه، خدا حفظش کنه، بد نیستش، کار اندازه. دیدم که پای تلویزیون داره میگه که عزیزای من لاتاری برنده میشی، فکر نکن اگر لاتاری برنده میشی بهت ایمیل میدن. خب چیکار میکنن؟ گفت بعد بری خودت تو اون وبسایت ایمیل رو بعد بری چک کنی، بعد بری شمارت رو چک کنی. همینجوری که داشت صحبت می‌کرد خانم هم صحبت گفت چی شد داستان ما برنده شدیم نشدیم قبول شدیم؟ بعد گفتم من نمیدونم اصلا کجا باید برم. همونجوری که داشتم میگم نمیدونم من کجا باید برم، یعنی کجا برم چک کنم. محمد هم تو تلویزیون داشت میگفتش که تو محاوره و اسم وبسایتش اینه، این پایین براتون میذارم برین نگاه کنین. گفتم
این که جوابا رو داره میده، تقلب داره میرسونه. آقا خانم من، عزیز من، گل من، نگم برات، ما اومدیم گفتم خب من که اون کده نمیدونم کجا، خانم رفت اون کد کاغذ رو از گذاشته بود لای کتاب، یک کتابی گذاشته بود و کرده بود تو کتابخونه، همونجوری صاف و مرتب آورد مثل روز اول. گفت بفرمایید. گفتم دست شما درد نکنه، چیکارش کنم اینو؟ کلیتش کنم بریزم تو آبگوشت؟ بعد شماره رو رفتیم تو وبسایت، شماره رو زدیم. اول که خیلی شلوغ بود سایت، یعنی خیلی طول کشید. اینو فکر نکنین که اینترنت ما شخمی بود اون زمان، هم که بود، یعنی خیلی افتضاح بود. الان توی این برنامه که انگشتشون روی دکمه اینترنت خاموش روشن میکنن، به قول گفتنی چی میگن، سرعت ها بهتره. شما یوتیوب میتونی بری واو بکنی، مثلا خیلی کارا میشه انجام داد. اصلا اون زمان خیلی افتضاح بود. اون زمان دور نیست اون زمان 12-13 سال پیشه. بماند که من نسبت به 12-13 سال پیش، من خودم یکی از اصحاب کهفم. اصلا نگم برات. بماند اینم یک داستان جالبی خواهد شد که اصحاب کهف و فلان این حرفا. وای 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 وای. از اولین سفرم به ایران باید بگم، و از آخرین سفرم به ایران باید بگم. وای 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 وای. anyway، ما اومدیم رفتیم زدیم توی وبسایت، این کد رو زدیم و دیدم صفحه یک دفعگی اون یک ارور همیشه میده، مثلا دسترسی محدوده و نمیشه و فلان از این حرفا. آهنگ و آهنگ و آهنگ و آره دسترسی محدود و نمیشه و اینا. من ناامید. خانم گفت چی شد؟ بودم هیچی. ما اگر خانم شانس میداشتیم کارخونه آدامس میداشتیم. گفتم قبول نشدیم بابا، ولش کن، بریم بگیریم بخوابیم. آقا گذشت و ما صبح روز بعدش یه قرار کاری داشتیم. اون زمان خب یک سری کارایی میکردم تو شهرداری، رفت آمد داشتیم، یک سری پروانه‌ای می‌خواستیم بگیریم برای پروژه‌های ساختمونیمون. خیلی این ور اون ور میرفتم. ظهرش هم قرار داشتم بگیرم دوستام، با دو تا از دوستام توی کافه یکی دیگه از دوستامون، کافی شاپ. ما صبح خب رفتیم و تا ظهر کارمون تموم شد، ساعت 11-12 بود. رفتیم کافه و همونجوری که نشسته بودیم که دوستام ازم پرسید که فلانی قیمت سنگ آهن داری؟ قیمت سنگ آهن؟ آره. من اون زمان خب حالا حمله بر خود ستایی نباشه دوستان، بالاخره از این کارا هم میکردیم، سنگ آهن میخریدیم، نمیدونم قرارداد با چین میبستیم. اون زمان خیلی خوب بود، دوران جالبی بود. درسته یه چیزا محدودیت بود، ولی خب کار کردن هم مثل الان سخت نبوده. مقداری چه میدونم، اگر راهشو پیدا میکردی میشد مثلا یک پولی در بیاریم. خلاصه ما رفتیم تو اون وبسایت مورد نظر و میخواستیم بریم که باز کنیم. براوزر رو باز کردم، دیدم براوزر توی صفحه قبلی که دیشب باز کردم برای لاتاری رو همون صفحه مونده. من بر حسب عادت یک رفرش کردم و که چیه هم رفرش کردم، گفت دلنگ congratulations you have been selected. what؟ گفتم چی؟ has been selected یعنی چی؟ آقا من یک اسکرین شات از صفحه گرفتم و نگه داشتم و ولی خب رفتم دیگه قیمت سنگ آهن دیدم، ولی دوستان فهمیدن که من یک حالیم، یک جوریم. گفتن حالت خوبه؟ گفتم حالم آره خوبم، ولی این چی داره میگه؟ البته خوب بذارین یک بار دیگه من امتحان کنم. دوباره من رفتم تو وبسایت، دوباره اون عدد رقمایی که باید میزدم و زدم، دوباره دیدم بله همون صفحه اومد بالا و
دیگه این دفعه مطمئن شدم یک اتفاقاتی افتاده. دوستم بارتندر اونجا اومد بالا سرم گفت حالت خوبه آب بیارم برای چی یک جوری شدی؟ گفتم این چیه؟ تا که گفتم این چیه، پسر خیلی ناز و مؤدبیه، یعنی بود، هست، مؤدب هستش، مؤدب بودش. آره، چون بعد از اون که صفحه گوشی موبایل منو دید بیادب شد. شروع کرد یک سری یک حرفایی زد که اصلا من همجوری چشمم گرد مونده بود. گفتم که الان داری تعریف میکنی یا بریم بیرون دعوا کنیم، چیه داستان؟ گفت نه حاجی، تو الان تو بردی، تو چی بیا دستت به ته کله من، 11 سال دارم ثبت نام میکنم نمیبرم. چی اصلا منو میگه؟ گفتم 11 سال مگه میشه آدم مگه 11 بار باید ثبت نام کنی؟ اصلا یک روزی بود. ولی من توقعی راستیتش چجوری بگم، انقدر که من برای هر کاری که تو ایران میخواستم بکنم سنگی بوده و در بسته بوده و بعد به سختی در وا میکردم برو کلید ساز بیار و برو قفل ساز بیار و نمیدونم اینو از این راه برو پول بده به فلانی که این کار برات انجام بده بوده، که وقتی که این اتفاق برات میفته اصلا یکم شک میکنیم. من یک دوستی داشتم، یعنی هنوزم دارم، خیلی دوستش میدارم، خیلی آدم خیلی محترم و متشخصی، اسم اونم مصطفیه و اون زمان همسایه ما بود در خونه ما، جایی که ما زندگی میکردیم، واحد روبروی ما میشست و اون زمان دانشجوی، اگر اشتباه نکنم، فوق لیسانس یا دکترای ادبیات زبان انگلیسی بود. من عکس رو براش اسکرین شات کردم فرستادم تو تلگرامش رو بهش زنگ زدم و گفتم که مصطفی جان داستان از این قرار، یک چیزی برات فرستادم، اگر میشه یک نگاهی بکن خبرش به من بده. و اون همزمان که داشت من صحبت میکرد گفت به به، تبریک میگم. بله تبریک میگم، بله شما برنده شدی. گفتم که خب آره. گفت خب تو میدونی چه اتفاقی افتاده؟ گفتم حالا اوکی، حالا یکی بعد اون رو آرومش میکرد، من این ور بودم اون ور. گفت تو نه، پاشو بیا خونه، من خونه ام، پاشو بیا، درسام تمام شده اومدم، پاشو بیا ببینیم چه خبره. گفتم فقط اوکی. گفت آره، اینم به هیچ کسی چی نمیگم، خاطر جمع باشه. دفعه خیلی حواسش جمع بود که همه چیزو باید نگه داره و به کسی چیزی نگه. ما اومدیم خونه و همسر هنوز سر کار بود، تو مرکز مشاوره کار میکرد دیگه. اون روز نمیدونم چرا دیر اومد، مریض داشت، چه اتفاقی افتاد. زنگ زد گفت من یکم دیرتر میام. ولی ما تونستیم از این فرصت استفاده بکنیم که قشنگ بشینیم در رابطه با این لاتاری آمریکا با این دوستمون آقا مصطفی صحبت بکنیم و ببینیم که داستان از چه قراره. و اون برای من تفلکی خدا خیرش بده گفت ببین این از تو مدارک میخواد، تو باید تا این تاریخ باید مدارک تو پست کنی، یعنی منظور ارسال کنی، اینطوریه، ولی بهت گفته که این اصلا گارانتی نیستش که تو حتما بری آمریکا. گفتم یعنی چی؟ گفت آره، گفت اینجا نوشته از بین 84,000 نفر شما انتخاب شدی و از توی این 84,000 نفر به 55,000 نفر ویزا میدن. گفتم آو. آره، برای همین باید شما مدارکت کامل باشه و همه کارا رو انجام بدی. دیگه من اومدم و دیگه تشکر دیگه اومدم خونه. دیدم خانم هم گفت خب چه خبر، چه احوال، زود اومدی خونه؟ گفتم والا شما دیر اومدی خونه، ما که گفت چه خبره؟ گفتم دیشب بهت گفتم که ما اگر شانس می‌داشتیم کارخونه آدامس می‌داشتیم. گفت آره. گفتم خانم شانس ما زده ولی هنوزم 50-50. گفت یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتم ما لاتاری بردیم، لاتاری.
اصلا خانم من یک صحنه یک شوکی بهش وارد شد، یکم ساکت موند و دیدم تو چشماش اشک جمع شد. گفت منظور چیه؟ خیلی محکم که نمیخواست گریه کنه. گفتم که خانم ما برنده شدیم، ما لاتاری بردیم. گفت شوخی میکنی؟ گفتم نه جدی دارم میگم، ما بردیم، با مصطفی چک کردیم، تو وبسایتش رفتیم، اصلا مشخص کیس نامبر من، اسم تو، اینا همه توشه. گفت یعنی چی میشه؟ گفتم هیچی، ما الان باید مدارک پر کنیم و مدارک ارسال کنیم و یک سری کارا انجام بدیم و بریم. و حالا من خیلی محکم بریم کجا بریم؟ باید بریم مصاحبه، هنوز تازه اول کاره، هنوز باید بری مدارک جمع بکنی، هنوز باید بری هزار تا. اصلا من تو وادیاش دیگه نبودم، برای که میخواستم خانمم تو اون لحظه آرومش بکنم که هم ذوق زده شده بود، هم فکر یک سری چیزای دیگه اومد تو ذهنش. اون چه فکری بود؟ خانم من کلا یه خواهر داره، اینا 2 نفرن، خانواده خیلی کوچولویی دارن و خیلی وابسته به مامانشه و به پدرش. و میگفت اگر من تو ذهنش اینا میومد که اگر من برم با دوری اینا چی کار کنم. این واقعا یکی از مشکلات و یکی از ترس های مهاجرت اینه که تو از عزیز دور بشی و ازش هیچ خبری نداشته باشی، یا در بزنگاه نتونی مثلا پیشش باشی، میدونی. حالا خوشبختانه خانواده خانم اینا همه جوونن، یعنی همه کم سن و سالن، ولی خب من خانواده من پدر سن بالا، مادر سن بالا. خب من خودم فرزند آخر، فکرشو بکنین دیگه چه خبر خواهد بود دیگه، چه فکرایی تو سر آدم میاد. من اون لحظه بهش حق دادم و گفتم که نگران نباش، فقط خواهش میکنم به کسی فعلا چیزی نگو تا ما ببینیم چجوری خواهد شد، اگر چه اتفاقی قرار بیفته. گفت به کسی که من باید به مادرم بگم نمیتونم نگم، اگر بزنه و یک اتفاقی بیفته و ما رفتنی بشیم، دم رفتن که نمیتونم بگم، اون اصلا خودم سکته میکنم، دق میکنم، نمیتونم. فقط خواهش میکنم دیگه از اون دیگه بیشتر نشه، یعنی نره اون ورتر. و همینطور هم شد. خلاصه من بلافاصله سرچ کردم توی اینترنت مهاجر سرا، رفتم عضو وبسایتش شدم و تو کانال تلگرامی رفتم و دیدم اوه یک دریایی از اطلاعات اونجا و من وارد شدم و نگاه کردم و اطلاعات که خدا واقعا ما ایرانی ها، ما هموطنانمون، ما ایرانی، کلا ما ایرانیان، کسانی که فارسی زبونیم، حالا بازم نباید بگیم فارسی زبون، چون بچهای افغانستان و بچهای ازبکستان و تاجیک و اینا هم میشن فارسی زبون، ولی ما ایرانی ها اگر کافیه فقط 1/10 اتحادی که افغانستانی ها و تاجیک ها و تمام کشورهای دیگه با هم دیگه دارن رو ما داشته باشیم، ما دنیا رو میگیریم، واقعا دنیا رو. چون ما انسان ها، ما ایرانی ها خیلی احساسیم و خیلی دوست داریم کمک کنیم، یعنی برای کمک کردن حاضریم رقابت کنیم. این که دارم میگم واقعیته. anyway اینه که گفتم بگم که من واقعا توی اون کانال تلگرامی بچه ها می اومدن از جون و دل مایه میذاشتن، تمام مراحل رو به توضیح میدادن. حتی مثلا گیر میکردیم میگفت بیا زنگ بزنیم صحبت بکنیم که چی کار باید بکنیم، مثلا منم تو این پروسه هستم، مثلا من دارم میرم، من این کارا رو کردم. خیلی خیلی تعامل داشتیم با هم دیگه. امیدوارم هر جا که هستن بچه های لاتاری 2015 و بچه های لاتاری 2016 همیشه خوب و خوش باشن. امیدوارم که موفق شده باشن، امیدوارم که وارد خاک آمریکا شده باشن، چون گفتم 50-50 بماند. مدارک چیا لازم داشت؟ از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
از اولین دایپری که شما از پات کشیدن چه تاریخی بوده چه تاریخی بوده تا آخرین باری که مثلا رفتی توالت. نه حالا اینا که دارم میگم، ولی واقعا یک سوالایی رو میپرسیدن که باید تو جواب میدادی. ما مدارک رو پر کردیم، ارسال کردیم و بعد میگم مدارک که منظور اون فرم دی اس 260 رو که پر از اطلاعات شخصی بود رو پر کردم و هم خودم هم خانومم و ارسال کردیم. و ما یک بازه زمانی مثلا 2 ماهه داشتیم تا مهر ماه، چون آره دیگه تیر مرداد شد، نه 3 ماه وقت داشتیم که بریم مدارکمون رو جمع بکنیم. مدارک شامل چه چیزایی میشد؟ ریزنمرات دانشگاهی. یعنی اینی که میخوام بگم، حالا ریزنمرات من لازم داشتم، خیلی اصلا شاید لازم نداشته باشن شاید، ولی مدرک دیپلم یا آخرین مدرک تحصیلیشون حتما باید اصلش رو با خودشون میبردن. و یکی از الزامات ورود به خاک آمریکا اینه که تو باید حداقل 12 سال درس خونده باشی، یعنی حداقل دیپلم باید داشته باشی. این یکی از الزام، اگر نداشته باشی همون اول ردی، اصلا چون چرا نداره، باید تو مدرک دیپلم داشته باشی حداقلش. خب مدارک رو برو بگیر. من باید میرفتم دانشگاه خودم، دانشگاه خانومم. من برای اینکه به قول گفته این جزء اون 55,000 تا ویزا بخوام باشم، حتی مدارک دوران دبیرستانم رو رفتم از دبیرستان گرفتم، ویزا نمراتم رو کشیدم بیرون، همه رو گرفتم، اونها رو گرفتم. و بعد رسیدیم به کجا؟ به کارهای درمانی. باید بریم مثلا واکسنات رو بزنی، برگه زرد واکسن تهیه بکنی. که اونجا من یه چیزی متوجه شدم، ولی شک داشتم ولی خب نگرش داشتم. اون چی بود؟ در مشهد مثل تهران نیست که پاسپورت تهران بری اونجا کارات انجام میدی. در مشهد یک دکتر فقط این کار رو انجام میده کلا برای مهاجرت، که شما برگه بخوای. اون رفته کاراش همه انجام داده، نمیدونم مدارکش گرفته و هر کاری که خواسته انجام داده. یک نفر هست، اونم دکتر دهقان نیریه که واکسن ها و اونا رو همه انجام میده. روزی که من رفتم دفتر دکتر که آزمایش بنویسه که بریم مثلا چه واکسنایی لازم داریم، خب مطب قلقله بود، یعنی اصلا شلوغ و هم معلوم بود که مثلا اومده برای مهاجرت دیگه، چون نه دکتر اطفال که نبود یا دکتر مثلا عمومی که نبود، که همه اومده بودن با برگاهی که مثلا مهر امضا بشه و بره. همونجوری یه چرخی زدیم و توی آدما نگاه کردم و صحبت کردم، دیدم خب مثلا 50% اونایی که اونجا لاتاری هن. یعنی کیس لاتاری هن، اومدن برای کار لاتاریشون انجام بدن. و جالب اونجا بدونم بهتون بگم که اونهایی که اونجا من دیدم بالای 90% چون مهندس عمران بودن. این چطوری میشه که تو شانسی قبول بشی ولی همتون مثلا یک رشته باشی؟ که جالبه که پس این یعنی انتخابه، میگه از بین سلکت شما انتخاب میشین، شما شانس نمیاری که از توی به قول گفتنی اون ایسه درت بیارن، شمارت در بیارن بگن بابا شما بردی بفرمایید. این اولین موردی بود که من اونجا دیدم. خلاصه کار ندارم، بعد ما کارامون انجام دادیم و بعد یک وقت مدیکال میگرفتیم توی کشوری که میخوایم بریم برای مصاحبه. این جالبه، به صورت دیفالت همه میافتادن به ترکیه، یعنی چون ترکیه آنکارا مثلا کشوریه که نزدیک به ایران و فلان این حرفا برای سفارت، همه اکثرا میرن ترکیه. یعنی مثلا خود سیستم هم ترکیه رو گذاشته بود، خودت میتونست انتخاب بکنی ولی ترکیه رو گذاشته بود. و من هیچ به قول گفته نظر یا آیدیایی نداشتم که بخوام کجا برم برای مصاحبه. تو همین شبکه ها میگفتم مثلا ارمنستان انقدر، ترکیه انقدر، نمیدونم دبی انقدر.
اگر بخوای بری مثلا هزینه هاش چقدر، میدیدم تو همه اینها ارمنستان ارزون تر از جای دیگه و هر کسی هم که رفته همچین با دل شاد برگشته، خوشحال. من به خودم گفتم ای کاش مثلا منم ارمنستان بیفتم، چی میشه حالا مگه. تا اینکه اواخر شهریور ماه بود، دیدم که یک ایمیل گرفتم از اداره مهاجرت آمریکا که شما پروندهتون، کیستون در به تاریخ شمسی ما میشد مثلا دیماه، اواخر دیماه، و خودتون رو معرفی بکنین سفارت آنکارا، سفارت آمریکا در آنکارا ترکیه، که کاراتون انجام بشه. مدارکم مثلا مدارک مورد نیاز هم همراهتون باشه، یک لیستی از مدارکم که همونایی که قبلا صحبتش بود اونجا داده بود و تمام. گفتم خب اوکی، ولی دیگه باید حاضر کنیم، باز پول جمع بکنیم. شرایطم شرایط اسفبار و خیلی خراب بود آقا جان، خراب بماند. حالا یکی نیست بگه که آباد بوده. خلاصه با این شرایط رو خلاصه ما فکر کردیم چیکار کنیم. ما دیگه یواش یواش داشتیم مدارکمون که همون جفت و جور میکردیم و همه تموم شده و اینا. یک شیر پاک خورده ای نزدیکای سفارت آمریکا توی آنکارا در اون تاریخ بمب گذاشتش، بمب گذاری شده و همون بمب گذاری باعث شد که دوباره بعد از تقریبا میشه گفت یک هفته یک ایمیلی بگیرم و مکان و زمان مصاحبه من تغییر کنه. یک بمبگذاری باعث شد که من سفارتم از آنکارا به ایران ارمنستان تغییر کنه. اصلا it's unbelievable. خیلی باحال بود، خیلی خوب بود. و تاریخ مصاحبه از دیما اومد خورد توی آبان ماه، یعنی 2 ماه افتاد جلو. یعنی اونش خوب بود که رفتیم ارمنستان، یعنی اونش بد بود که افتاد جلو. چون حالا مثلا من زمان داشتم که تا اون موقع بخوام پولی جفت و جور بکنم، الان زمانم 2 ماهش از بین رفته. بعد بیشتر، یعنی بعد دیگه چی دیگه، بعد یک برنامه دیگه پیاده کنم. بماند من به خانمم گفتم داستان از این قراره و باید تاریخ اینطوریه و باید بریم. و خب خیلی اصلا شرایط خیلی جالب و سفرمون هم سفر زمینی رفتم و خیلی هم خوب بود، خیلی هم تجربه خیلی جالبی بود. چه منظره قشنگی داره، چه آب و هوایی داره. با اینکه مثلا من تو فصل پاییز رفتم ولی خیلی قشنگ بود، یعنی اصلا خیلی عالی بود. یعنی اگه بخوام نمره بهش بدم 100 از 100. من کیف کردم، یعنی مخصوصا جادهش، یعنی البته 100 از 100 از دید من ها. مثلا یکی اصلا با اون جاده مثلا روستایی اصلا شاید حال نکنه، مثلا بگی برو بابا تو دیوانه‌ای. anyway این تا اینجای قضیه. و اینکه ما آماده سفر شدیم که بریم. بیشتر از این نمیخوام این ولاگو طولانی بکنم، میخوام فقط بگم از کجا به کجا رسیدیم و تو قسمت بعدی بهتون میگم که چه اتفاقی افتاد تو خاک ارمنستان و یه پیش مقدمی هم از این بهتون بدم که چرا من اومدم مریلند. اینا همه با هم دیگه انگار همه به هم ربط داره یک جورایی، یعنی آره دیگه یک جورایی به هم ربط داره. یعنی قبل از این که من برم مصاحبه تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا. توی ولاگ بعدی حتما در مورد این صحبت خواهم کرد. جای دوری نرین، حتما با هم دیگه خوش خواهد گذشت. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و خرم باشین، دلتون شاد و لبتون خندون، جیبتون پرپول. خدا شما رو از 2 چیز در امان بداره، حکیم و حاکم. هیچ اتفاقی براتون نیفته، هر جا هستین خوب و خوش باشین. فعلا خدا نگهدار. نیک از شرق امریکا. تا درود دیگر، بدرود.